محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان روز 21 ایول سال 2022 در نشست خبریش گفت بنای اساسی چایخانه روات و همچنین بناهای تئاتری به نام لاهوتی و دانشگاه دولتی طبی و اکادمی علمها را در کوچه اساسی پایتخت شهر دوشنبه ویران نمی‌کنند. در پس چایخانه عمارت نو وزارت عدلیه تاجیکستان ساخته می شود. اطراف آن را گلزار می‌کنند. چایخانه میماند تنها بناهای گرد و اطراف آن که به چایخانه چسبیده است ویران کرده میشوند. این بناها ارزش تاریخی و فرهنگی ندارند. در جای آنها بنای نو وزارت عدلیه و گلگشت ساخته می شود، گفته زویدزاده. رئیس کمیته معماری و ساختمان همچنین خبر داد که درباره تخریب بنای تئاتر به نام لاهوتی، دانشگاه دولتی طبی و اکادمی علمها که در کوچه مرکزی جایگیر شدند سپارش نشده است. از این رو آنها هم ویران کرده نمیشوند. زویدزاده گفت در نقشه برای جامعه همچنان مخفی گیم پلان دوشنبه تخریب این بناها پیش بینی نشده است. این در حالی است که بر اساس گیم پلان در سالهای اخیر الکی یک سلسله بناهای تاریخی پایتخت تاجیکستان از جمله بناهای بازار برکت، سینگوگ یهودیان، شهرداری دوشنبه، تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی و حتی بنای کاخ پرزیدنت که در پهلوی چایخانه روحت جایگیر شده بود. همچنین چندین بناهای استقامتی و معموری در عصر گذشته در کوچه مرکزی دوشنبه بنیاد شده ویران کرده شدند. تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی را حالا در بنای کینوتئاتر تاجیکستان جای کردند و روسیه برای بازسازی آن کمک میکند. به جای بازار برکت در کوچه سرخاب بعدا بازار نو میرگان ساخته شد. اول ماه مای مقامات به تخریب بناهای اطراف چایخانه روات سر کردند و این باعث نگرانی بخش اعظم ساکنان بخصوص روشنفکران در مورد سرنوشت این بنا شد. چایخانه روات یکی از رمزهای عمده دوشنبه عصر 20 به شمار می رود و برخی روشنفکران تاجیک به این نظرند که مقامات حالا برای ساختن دوشنبه عصر 21 آثار بازمانده از دوشنبه عصر قبلی را بدون ترحم از بین برده ایستادند.